همین الان کل خبرگزاری‌های دنیا دارن این خبر پخش میکنن که از اتاق جنگ اسرائیلی خبر پخش شده که زمان حمله اسرائیل به ایران مشخص شد. به امشب اسرائیل به ایران حمله میکنه و یک پیام تهدیدآمیزی هم که اسرائیل از اتاق جنگش به زبان فارسی برای جمهوری اسلامی فرستاده، اونم کل خبرگزاری‌های آمریکا و اروپا همین الان تو خبرگزاریشون دارن پخش میکنن. حتی تو مجازی هم خیلی پخش شده. من یکی که از فیلمش گرفتم که الان براتون بذارم که اسرائیل به زبان فارسی هم گفته که ما امشب شهر به هم میریزیم، به هیچ کسی رحم نداریم، به هیچ کسی هم جلوی ما را نمیتونه بگیره. این خبر یک بار ببینید. شهر به هم میریزم. من شهر به هم میریزم. نه میتونه، نه نیروی انتظامی میتونه جلومو بگیره، نه رئیس جمهور میتونه جلومو بگیره، نه بالاترش. شهر به هم میریزم. دست در نکنه که بیان کردیم مشکلاتت. حالا باشه چشم. ما همین الان تو همین جلسه الان با فرماندارم صحبت میکنم که مشکلات حل کنیم. خوبه؟ الان نشون بدید. چشم.